388 بار جراحی پلاستیکی انجام دادم و توی گینس ثبت شدم. من بینیمو 18 مرتبه انجام دادم به خاطر وسواسی شدیدی که داشتم و من 8 سال غذا نخوردم. به خدا قسم اگه 80 میلیون ایرانی این رازو بدونن دیگه نه بوتاکس میکنن نه لیف میکنن که به این روز بیفتن. خانوما واقعا روم نمیشه بهتون بگم، یه ذره ناجوره، یه مقدار هم بیادبیه. بهتون قول میدم، قول شرف میدم، فقط 5 بار که ازش استفاده کنید یه جوری پوست صورتتون صاف و سفید بدون لک و منافذ باز میکنه که شبیه دنبه میشید و تا آخر عمر دعا میکنید. به هر کسی گفتم اولش تعجب کرد، ولی بعدش که نتیجه شدید فهمید که چرا باید همچین چیزی رو استفاده کنه. هم چین و چروک هم شلشدگی و افتادگی پوستتون رو درمان میکنه. به همین دلیل به روتین مراقبتی دیگه نیاز نداریم و به دلیل اینکه اینستاگرام منو محدود میکنه و پستامو حذف میکنه، برای اینکه اطلاعات کاملش رو براتون بفرستم زیر همین پست عدد 4 رو برام کامنت کنید و دایرکتتون رو چک کنید که براتون ارسال میشه.